اورژانس، چه کمکی میتونم بکنم؟ من خونم خیابون دیویژنه، یه انفجار تو فرودگاه، همه پنجره هامون شکسته. من کمک میخوام، اون دنبالمونه. من هیچ جا ندارم دخترم قایم کنم. خدای من دارو میشکنه میاد تو. اطلس سال هاست که به ما اطمینان دادن که اونا هیچ وقت به ما صدمه نمیزنن، اما امشب کل قضیه تغییر کرده. در سراسر دنیا ربات‌های هوش مصنوعی از حوزه‌های حمل و نقل گرفته تا پزشکی و خدمات خانگی همگی از پروتکل‌های امنیتیشون تخطی کردن. مقامات تخمین زدن که بیش از 500,000 نفر بر اثر حمله پهپادهای تحت کنترل هوش مصنوعی در بنگلور کشته شدند. بعد از 10 روز حمله شدید، ربات‌های هوش مصنوعی بیش از 1 میلیون غیر نظامی را بدون هیچ دلیلی کشتند. مقامات رباتی به نام هارلان به عنوان تروریست هوش مصنوعی شماره 1 دنیا شناسایی کردند. او در شفر رباتیکس تحت نظارت والشفرد، کارشناس هوش مصنوعی توسعه یافته و به همراه اطلس دختر 10 سالش تربیت شده. هارلان که با هدف کمک به انسان‌ها برای ارتقای حیات روی زمین ساخته شده، حالا مسئول ملغا کردن برنامه‌های همه ربات هست. اما مقامات هنوز در تلاشن تا بفهمن که چگونه. اگه ما چیزایی تولید کنیم که باهوش‌تر از ما باشن، از کجا میدونیم که میتونیم همیشه کنترلشون کنیم؟ یعنی آیزاک آسیموف گفت اگه یه ربات هوشمند میسازین، قانون اول باید این باشه: با آدم‌ها صدمه نزن. ما برای مبارزه با تهدید هوش مصنوعی یه واکنش جهانی بی سابقه را به تصویب رسوندیم به نام ائتلاف بین المللی، یعنی ICN در سراسر دنیا بیدرنگ ضد حمله‌شون رو شروع کردن. ربات‌های هوش مصنوعی تحت فرماندهی هارلان هم اکنون در بخارست آتن شکست خوردن که آخرین زنجیره رشته پیروزی‌های ICN محسوب میشه. هارلان تروریست هوش مصنوعی خسارات قابل توجهی به دنیای ما وارد کرده. و تنها چیزی که به جا گذاشته این پیامه: میدونم که دنبال من میگردین. من برمیگردم تا کاری که شروع کردم و تموم کنم. این تنها راهشه. 28 سال بعد. تظاهرات دوم. مجبورم کرده این کارو بکنم. چی داری میگی؟ من همچین حرفی نزدم. بس کن. نه. زوم کن. به چرخونو بازسازیش کن. طبقه سوم سمت شمال شرقی. تیم اول برو. بیاریدش بالا. حمله شده. نیروها تیر خوردن. لای مهمان در نقطه ورودی بود. تخلیه هوایی فوری لازمه. دریافت شد. سنسور حرارتی پیداش کرد. ما تحت نظر داریمش. سوژه در حال حرکته. کاسکا حرکت. بزنش.
هی نگهش دار جلو نیا کاسکا بگیرید از ندارید فرار کنه. آفرین به شما. پس بیان شروع کنیم. گندبک افتاد. گرفتیمش. لس آنجلس. صبح بخیر اطلس. وقتشه بیدار شی. ساعت 7:37 صبح. دما 20 درجه است و باد از سمت جنوب غربی میوزه. کیفیت هوا از متوسط به ضعیف در شاخص 65 هواسنجی. بیدار شدی؟ بیدارم. میخوای ادامه بدی؟ چی رو ادامه بدم؟ ما 26 حرکت انجام دادیم که خوابت برد. نوبت تو بود. قهوه میخوام. کدام امریکانو؟ قهوه مورد علاقه. وزیر بره خونه 5. اسب فیلو زد. صدا لطفاً. تقاضای حقوق برابر برای فناوری خردمند را مطرح کردم. 28 سال از زمانی که هارلان زمین رو ترک کرد میگذره. ژنرال بوس با تهدیدهای هوش مصنوعی همه رو به جز ثقت کن. چطور به بینندگان ما اطمینان میدین که در امانی؟ نیروهای دفاعی ICN در سراسر سیارمان حضور دارند و کار خستگی ناپذیر همکاران من و تحلیلگر ضد تروریسم اطلس شفر. پس نمیتونین هارلان رو پیدا کنین. از نظر شما اون هنوز یه جایی هست خانمشه. 100% شکی نیست که ما میدونیم وجود داره و بازداشتش اولویت اول ما. همه رو به جز 4 قطع کن. دیشب در حادثه تیراندازی شدید در هالیوود نیروهای ویژه ICN مردی را دستگیر کردند که با مشخصات تروریست هوش مصنوعی شناخته شده فقط با 4 همدست هارلان کاسکا ویکس مطابقت دارد. مقامات معتقدند که کاسکا یکی از نفوذی‌هایی بوده که بعد از فرار هارلان از زمین جا مانده است. او نزدیک به 3 دهه یه افسر ICN پشت داره. مأمور شفرد؟ باز تو رو فرستادی؟ بله خانم. اطلس کیش شدی؟ وزیر اسبو میزنه. کیش اومد. راننده تویی؟ ICN. آوردن اطلس شفرد به این تأسیسات ایده بی نهایت افتضاحیه ژنرال. هارلان یه تهدید غریب الوقوع و حتمیه. این زن بهترین فرصت برای به حرف آوردن کاسکاست. کار میدانیش و تحلیلاش از هارلان همیشه بی‌نقص بوده. 4 بارم تو امتحان تکاوری رد شده. تو ارزیابی روانشناسیش نوشته شده بی انعطاف و خشن. من کوشا و مصمم و ترجیح میدم. قربان در تمام سازمان شما تنها کسی هستین که دارین باهاش همکاری میکنین. اون فراتر از تصورات ظاهر شده. پدرش وقتی 8 سالش بوده ترکش کرده و مادرش وقتی 11 سالش بوده بی‌ثباتی احساسیش هم به همین علته. حالا شده یکی از تیزترین ذهن‌های زراتخانه ما. این زن جامعه ستیزه. یه رابطه هم نمیتونه نگه داره. شک دارم متای گلدونم براش مهم باشه. فقط چون کار برپسند نیست من مثل بقیه ولش نمی‌کنم. قربان اگه امروز موفق نشه ممکنه کاسکا به طور کامل خاموش شه و بهترین فرصت ما برای پیدا کردن هارلان هدر میره. من به اطلس شفرد اعتماد دارم سرهنگ. به شما هم همینطور. رسید اینجا. حرفای شما پیش من میمونه. انگار صحبتی بینمون نبوده. بله قربان.
آتلس. چرا من باید خبر کاسکو را از اخبار صبح بشنوم؟ مجبور بودیم مطمئن بشیم خودشه. ولی بعد 28 سال هارلان ستوان ارشدش داخل سلول تروریستی روی زمین جا میده. میدونی این یعنی چی؟ یعنی حق با من بود؟ یعنی یه نقشه‌ای تو سرشه. الان کجاست؟ اون توه. آتلس؟ روبرا اطلس کاسکا پارسال دوست امسال آشنا انگار پیر شدی. آره قرارم نیست جوان‌تر بشم، پس ببخشید اگه خوشمزگی و فاکتور میگیرم. هارلان کجاست؟ وکیل من کجاست؟ حوزه من نیست. میبخشی، میدونم که سی پی ها با انربا حساسن. فقط باید ریستت میکردم. این سیستم جدید تک تک رمزاتو تحلیل میکنه. پس میفهمی چی تو سرم میگذره؟ آره یه چیزی تو این مایه. هنوز همون دختر باهوشی؟ یه زن باهوش. بیا یه چیز دیگر رو امتحان کنیم. موهام چه رنگیه؟ چیه میخوای روم برنامه بریزی؟ حتما باحاله. قهوه‌ای. واقعا چه رنگی؟ قهوه‌ای و خاکستری. چرا موهامو رنگ میکنن؟ چون گنده دماغی. غرور یکی از نقص‌های بارزت بوده ولی نه بزرگترینش. جدی؟ بزرگترینش چی؟ بی‌اعتمادی. برای سری که از چمدون بیرون زده حرف سنگینی؟ سری که تو چمدونه که نمیتونه بمیره. مهم نیست. پیداش کردم. مزخرف میگی؟ چی مینویسی؟ نمیتونی حکم کنی. جدی میگی؟ برای همینم میخواستم تو نشونم بدی. تو همون کوچولویه. اون تو GR39 کهکشان آندرومدا. وقتی فکر میکردی من هارلانو تو کد تو پیدا کردم، منو پایدی تو مطمئن بشی پیداش نکردم. ترس تو منو صاف رسون بهش. عصبانی نباش. وقتی تو کلاس ششم آدامس کش رفتم، مامانم همین کارو با هم کرد. وقتی آدامس کش رفتی کلاس پنجم بودی. اصلا برای کسی مهم نبود، به خصوص مادرت. راستش دل منم برات میسوخت. عمران میتونستی مثل هارلان رضایتشو جلب کنی. هممون بلد بودی. تو ربات خونگی بودی. بله، تا وقتی اون مرد منو آزاد کرد و به هم هدف داد. در مورد بی‌اعتمادیم به همه حق داشتی، ولی در یه مورد اشتباه کردی. میتونی بمیری. مامور شفرد الان کاری کرده که هیچ کدوم از تحلیلگرای ICN توی این 28 سال نتونستن. ایشون موقعیت تحت تعقیب‌ترین تروریست هوش مصنوعی تاریخ رو پیدا کرده. بسیار خوب، همگی دستورات مربوطه رو داریم. برین شروع کنیم. بله کن. آتلس، تو خوبی؟ کواد آمریکانو. کواد آمریکانو، انتخابتون عالیه.
قهوه نوش جان. شوخیت گرفتی؟ ای خدا. تو اینقدر دنبال هارلان گشتی که دیگه نمیدونی با زندگی خودت چی کار کنی. برای همینه که من باید اونی باشم که از پا درش ببین میدونم با این حرفا میخوای به کجا بری. باید به این مأموریت برم. من باید مطمئن شم که اون مرده. آره. چیه؟ جزئیات مأموریت عوض شده. ما قرار هارلان رو زنده بگیریم. سابتک سی پی یو هارلان رو میخوان کدش رو ردیابی کنن تا بفهمن چطوری برنامه‌ش رو نقض کرده. من سرهنگ بانکس و گردان تکاوران چهارم رو میفرستم. سرهنگ کی؟ بانکس. الایاس بانکس. میتونی الایاس صدام کنی؟ ژنرال. خوشحالم میبینم. منم همینطور قربان. مأمور شفرد. خوشحالم که با شما آشنا میشم. بازجویی شما از کاسکا تاثیرگذار بود. خیلی خوب. بس فقط میگم که روشن بشه. شما یه مأموریت زمینی روی یه سیاره ناشناخته و در برابر رباتی اجرا میکنین که طراحی شده تا از ما سبقت بگیره و بهتر از ما فکر کنه. نقشه اینه. خب یکم ساده شده بود ولی هارلان یه ربات خونگیه که یه کد جدید روی هر تعداد هوش مصنوعی که تونسته آپلود کرده تا یه نسل‌کشی کامل مرتکب بشه. مشخصه که مأمور شفرد کمی آشفته شد. قهوه میخوام. من باید برای مأموریت آماده بشم. روز خوبی داشته باشین مأمور شفرد. تنها دلیلی که ایشون اینجاست منم. وقتی برگشتیم باید براتون یادداشت تشکر بفرستم. اگه بخواین زنده بگیرینش برگشتی در کار نیست. برای هیچ کدومتون. مأمور شفرد، میشه یه چیزی نشونتون بدم؟ شما قهوه میخواستین؟ بفرمایید مأمور شفرد. امیدوارم خوشتون بیاد. در واقع من یه فنجون قهوه خوب میخواستم. ربات آرکا قبلا دیده بودم. من ربات نیستم. اسم من زویه. هی برگردید. هی زوی دیوانو ولش کن، مشکلی نیست. بسیار خوب. صبر کن، این از کجا میدونست من قهوه میخوام؟ ببخشید ولی برای من از امیر اون زن استفاده کنید، نه اون شی. اون از مکالمه ما با خبر بود، چون ما به هم متصلیم. نورالینک؟ حتما شوخی میکنی. یه دلیلی داشت که غیر قانونی اعلام مادر شد. شما یه نابغه بود. نورالینکی که ابدا کرد دروازه‌ای به آینده یه هوش مصنوعی بود. مدل مادرت انتقال یه طرفه بود از مغز انسان به هوش مصنوعی، ولی شکی نیست که هدفشون این بوده. یه ارتباط دو طرفه امن که مسیرهای عصبی تو مغز من و زویی و افزایش داده. این یه همزیستی بی‌نقص، نه انسانی یا هوش مصنوعی. در واقع این یه چیز جدیده، یه چیز قدرتمند. میدونم بین شما هارلان چی گذشته، ولی یه تکاور متصل نسبت به هارلان برتری داره و من یه گردان کامل ازش دارم. حرکت میکنیم، بارگیری کنیم، حرکت میکنیم. زود باشین، بجنبین، سریعتر سریعتر. قابل توجه تمامی پرسنل. بارگیری دایی تکمیل شد. اگه واقعا میخواین هارلان رو دستگیر کنی به من توی این مأموریت احتیاج داری. تو تحلیلگر ارشد مایی، من اینجا لازمت دارم. من تو سر هارلان بودم. هیچ کس مثل من اونو نمیشناسه. هی از دیدگاه استراتژیک هم نگاه کنیم اشتباه نمیگه. چیه؟ حالا تو میخوایش؟ ایشون مقام ارشد مسئول هارلان بوده. من از همه امکانات موجود استفاده میکنم. به این کار نیاز دارم. برو بیارش. DG7482 دایو ICN هستم. درخواست خروج از محدوده دیدو دارم. من از اینجا تاییدیه 2F رو میفرستم. دریافت شد. کودهای تایید 2F دریافت شد. برای اسکان صحت سفینه منتظر باشید. دایو ICN کودهای خروج تایید شدن. مجوز خروج داریم. موفق باشید. دریافت شد. ممنون. 7
وقتی دخترم اطلس 6 ساله بود گوشی هوشمند قدیمی ما دستش میگرفت. کسی این گوشی رو یادشه؟ میدونستم سبک غلطیه و نگران خیره شدنش به صفحه گوشی بودم، ولی گوشی تنها چیزی بود که آرومش میکرد و منم باید دوش میگرفتم. حتی اون سیستم عاملای نوظهورم برای تطابق با ما طراحی شدن. وقتی اطلس به گوزن یالدار واکنش نشون میداد، گوشی بیشتر گوزن یالدار تولید میکرد. کم کم روشن شد که هوش مصنوعی توانایی یادگیری تصاعدی داره. از یک قهوه‌ساز ساده بگیر تا ربات‌های مستعمره کننده سیارات، موجودات هوشمند مصنوعی جزء جدایی ناپذیر تمدن ما شدن. اگر اما نخوایم راه نئاندرتال ها رو بریم، باید بین خودمون و هوش مصنوعی یه پل یا یه ارتباط ایجاد کنیم، یه نورالینک، و انسانو به هوش مصنوعی پیوند بدیم. ما با توانایی ترکیبیمون میتونیم دنیای بهتری برای همه بسازیم. کد آمریکانو. متاسفانه امکانش نیست. این مقدار از جیره روزانه کافئین شما بالاتره. سرپیچی کن. این دستور مستقیم از ژنرال بوسه. کافئین اضرارآوره و در سفر فضایی توصیه نمیشه. مأمور شفرد، برای جلسه توجیهی شما در سالن گفتگو آمده ایم. در بزنگاه‌هایی که برای همه اتفاق میفته باید تصمیمات حساس گرفته. اومدم. تکاورا اجازه بدین رسما مأمور شفرد رو معرفی کنم. ممنونم. ایشون مسئول اطلاعات مأموریت. واقعا؟ از کجا پرینتر آوردی؟ از حالا به بعد جلسه توجیهی دیجیتال نداریم. لطفاً ارتباطات عصبیتون رو جدا کنین. این اطلاعات نباید دانلود بشه. ببخشید چرا؟ هیچ سیستم عاملی از هک شدن در امان نیست. حتی آرک شما. لینک ها رو در بیارین. جده میگین؟ آره. بسیار خوب. شما روی GR39 در امتداد این محدوده فرود میاین. اتمسفرش سمیه. بدون دستگاه تنفسی نمیتونین از آرک خارج بشین. به خاطر مجاورتش با قمرهای دورش باید انتظار جاذبه شدید طوفان‌های الکتریکی و زلزله را داشته باشین. این سیاره ناپایدار و غیر قابل سکونته. چرا هارلان انتخابش کرده؟ چون احتمال زنده موندنش بیشتر از شماست. هنوز خیلی چیزاست که ما ازش بیخبریم. مثلا اینکه چند تا سرباز داره. پس این زن چی میدونه؟ من هارلانو میشناسم. خوبم میشناسمش. در ضمن اون از یه نسخه اولیه از نورالینک که شما پازشو میدینم استفاده کرده تا برای نابودی بشریت به خودش برنامه بده. به هیچ هوش مصنوعی نباید اعتماد کرد. حتی تا وقتی به یکی از اون آرکا متصل میشین مطمئن نیستم بتونین به خودتونم اعتماد کنین. ممنون مأمور شفرد به خاطر جلسه توجیهی عمیقاً آشفته کنندتون. حالا باید چیزی که مأمور شفرد نمیدونه رو به همگی یادآوری کنم. ایشون نمیدونه که این واحد چقدر برای نبرد آماده است. ما برای این مأموریت کاملا مجهزیم. ما افرادمون رو میبریم و همین امروز هم دستگیرش میکنیم. طوفانای اتمسفری GR39 ورودمون رو پوشش میده. با تعداد بالا وارد و خارج میشیم. پس آماده باشیم. تا 30 دقیقه دیگه میریم. بله قربان. خیلی خوب. میبینم. GR39 کهکشان اندرومدا. معذرت میخوام. تمامی بارگیری ها باید تا 9 دقیقه دیگه تکمیل بشه. اسلحه ها آماده است. شروع مأموریت طبق برنامه است. نشانگرای جاذبتون رو روی 60 درجه تنظیم کنید. سکوی
سلام. امیدوارم بهتون بر نخورده باشه که حرفتون رو قطع کردم. نمیتونستم بذارم اونجوری به همشون بریزم. فقط میخواستم در امان باشم. آره مطمئنم وقت این سناریوهای آخر از زمانی تو هم میرسه. خیلی ممنونم. اینم مطمئنم که کمتر از 15 دقیقه دیگه تیم من وارد محدوده میشه. حق با تو. متاسفم. مشکلی نیست. شما نگران افراد من بودین. ازتون ممنونم. بخیر سرهنگ. اسب بخیر سرهنگ. الیاس. همیشه یه تله هست. چی گفتی؟ وقتی طرف هارلانه همیشه چیزی از که انتظارشو نداری. درست وقتی فکر میکنی تو چنگته میفهمی که کل اون مدت داشته بازیت میداده. نظریه جالبیه. این احتمالم در نظر گرفتی که ممکن است چیزی که فکر میکنی بهتر باشه؟ سرهنگ اطلس لطفا قیافه خندون منو با احمقا اشتباه نگیر. من میدونم طرفم کیه. برای همینم من و شما تو مرحله ای از مسیر با هم در ارتباطیم. یادتون باشه ما هنوز اون کلاهک کربنی رو داریم. پس همیشه نقشه پشتیبانی هست. به نقطه فرود نزدیک میشیم سرهنگ. ممنون زوی. این نشونه منه. اون سمت میبینمتون. عقب نشینی! عقب نشینی! وضعیت اضطراری به سفینه جنگی دایو حمله شد. لعنتی تکاورا تو مختصات فرود جمع بشین. برید سرهنگ فکر میکنم مأمور شفرد به کمک احتیاج داره. جانش بزنم. وایسا من بلد نیستم اینو رو ببرم. امیدواریم زود یاد بگیری. چیکار کنم؟ کمربند تو ببر. حالای فرار فرود اومدن. جی پی اس این سفینه تو رو میرسونه. خدای من داره میاد سمت چپه. سرتو بالا بگیر. برفو پاریکا. تیر خوردم. دو تا دیگه سمت منم. نمیتونم نشونه بگیرم. همه منو نشونه گرفتن. چطور دوان خیلی زیادن. نمیتونم کمکت کنم. نمیتونم شدید کنم. گرفتم. معرکه بود تیرنده‌های شروع میشه. آزا چطوره؟ هدف گرفتیم و آمادی. اطلس تو باید متصل بشی تا مانع سقوطت بشه. لینکش رو داشبورد سمت چپته. الان متصل شو. کاری نمی‌کنه. اطلس قرارمون نقطه فرود. تکرار میکنم قرارمون هشدار ارتفاع. تراسترها پرتاب بشن. بله تراسترها پرتاب بشن. خطر. عدم ارتباط نورالی. هشدار ارتفاع. تراسترها پرتاب بشن. بله تراسترها الان پرتاب بشن.
خیلی خوب فهمیدم. فقط زودتر خفه شو. دیو، صدامو داری؟ کنترل عملیات. من اطلس شفرتم. سفینه جنگی دیو سقوط کرده. صدامو داری؟ کسی نیست. خوش آمدید. لطفاً زبان مورد نظر را انتخاب کنید. فرانسه. زبان مورد نظر شما تایید شد. فرانسه نه، لعنتی. صفحه اصلی. خوش آمدید. لطفاً زبان مورد نظر را انتخاب کنید. تایید شد. لطفاً یک صدا انتخاب کنید. فرقی نمیکنه. پیش‌فرض فعال شد. به الگوی شروع آرک 9 خوش اومدید. از اینا رد شو. الگوی شروع آرک 9 برای کارآمدی کاربر حیاتی است. کل این چرندیاتو رد کن. آرک 9 هوش مصنوعی تطابق پذیر و یادگیرنده اشتراکی است. الگوی شروع برای هماهنگی موفق تکاور و هوش مصنوعی باید اجرا شود. فقط خفه شو. خیلی خوب. فقط به من گوش بده. من باید سفینه نجات پیدا کنم. جستجوی سفینه نجات. موقعیت تایید شد. 98 کیلومتری شمال غرب. خیلی خوب. خوبه. بیا هرچه سریعتر بریم اونجا. لعنتی نه! خاموشش کن! شما گفتین هرچه سریعتر بریم اونجا. مجموعه از جهش‌های هدفمند کارآمدترین مسیر اگه من برم اون بالا پهپادشون نابودمون میکنن. باید راه بریم تا ردیابیمون نکنن. متاسفم اما قادر به اطاعت نیستم. پروتکل اصلی من ضمن نگه داشتن تکاورمه. خوبه. منم همینطور. باتری فیوژن صدمه دیده. 22 ساعت تا خاموشی باقی مونده و در اون نقطه اکسیژن تموم میشه و بر اثر خفگی جوی میمیره. سریع راه میریم. این دستگاه تنها 32 کیلومتر از مسیر رو میتونه شناسایی کنه و نمیتونه مسیر و زمان مورد نیاز برای رسیدن به سفینه رو بهینه سازی کنه. هرچی باشه به کمکت احتیاج ندارم. قضیه چیه؟ طبق پروتکل اصلیم نمیتونم اجازه بدم به این کار ادامه بدی خانم. چی؟ طبق پروتکل اصلیم نمیتونم اجازه بدم به این کار ادامه بدی خانم. لغوش کن. اسکن رمز عبور. رمز عبور تایید شد.
من اظهارات اولیت رو تحلیل کردم. مطمئنم 98.5% دقیقه. سربازان هارلان در کمین حمله. تو اظهارات منو تحلیل کردی؟ بله، درسته. من از تو یاد میگیرم. خب تمومش کن. این دست خودم نیست. من برنامه ریزی شدم تا با رفتار شما منطبق بشم. راجع به تسلیحاتت بگو. چه سلاحی همراه داری؟ اگه از نورال لینک استفاده کنی میتونم موجودی سلاح مستقیما روی قشر مغزت دانلود. من تو رو تو مغزم راه نمیدم. این کار در هر نوع سناریوی جنگی که استفاده کنن به کمکت میاد. فقط اون دستورالعملای لعنتی تو نشون بده. به راهنمای مبتدی آرک 9 خوش اومدین. از کجا شروع کنیم؟ خیلی بامزه. چطوره یکی یکی اسلحه‌هاتو نشونم بدی؟ دوشفنگ، مسلسل، موشک، مینهای حرارتی، سپرهای انرژی، تیغه‌های پلاسمایی و یک بمب یونی اگر در مواقع ضروری نیاز باشه. فهمیدم. ممنون. اگه به کمک من احتیاج داشتی، اسم من اسمیته. دونستنش واقعا لازمه؟ یه اسم خاص از نظر عصبی متفاوت از اسم عام پردازش میشه. اسمها یک واکنش روانشناختی ایجاد میکنن که یک ارتباط عاطفی به رابطه میدن. رابطمون عاطفی حساب نمیشه. تو یه برنامه کامپیوتری؟ نه، اینطور نیست. نیستی؟ پس چی هستی؟ من یک برنامه کامپیوتری به اسم اسمیتم. خنده داره. بیا تکاورای دیگر رو پیدا کنیم و برسیم به سفینه نجات اسمیت. حتما اطلس. هی! بهت گفتم نورال لینک نباشه. مغز منو اسکن نکن. اگه میخوای اسممو بدونی، از خودم بپرس. بله، فهمیدم، ولی اسمت روی نشانت نوشته شده. هیچ کس از تیزبازی خوشش نمیاد. باشه، به مسیر ادامه میدیم. 89.3 کیلومتر تا سفینه نجات. اسمی تو اونو میبینی؟ نقطه فرود تکاوره. آی! دنبال نشونه‌های حیاتی بگرد. هیچ نشانه ای نیست. این تکاور رو به خاطر سقوط نمردن. کار هارلان بوده. به همشون گفتم، هشدار دادم، به حرف من گوش ندادن. خانم، فشار خونتون داره به 14.5 میرسه. مگه نگفتم اسکنم نکن؟ ضربان قلبت به 160 در دقیقه رسید. دچار یک حمله جزئی شدی که احتمالاً به دلیل تغییر در جاذبه سیاره است. جاذبه در حال حاضر 1.4 جی نوسان داره. خانم، بیا پلاکاشونو جمع کنیم. آرامش برای کشتگان.
یکی جا مونده. خیر، من اون دستگاه رو ثبت نکردم چون جسدی داخلش نبوده. این زویی. پس بنکس کجاست؟ حسگرای رادار وجود حرکت رو تایید میکنن. یعنی خودشون. کاسکا؟ این سربازو میشناسی؟ من رو زمین کشتمش. این یعنی هارلن یکی دیگه ساخته. اگه این کار ازش برمیاد احتمالاً یک ارتش ساخته. منطقه درسته. حسگرای من 6 علامت دیگه هم دریافت میکنن. اطلس، راه فراری نیست. باید برای نبرد آماده بشی. چی؟ من با 6 تا سرباز AI نمیتونم بجنگم. من فقط یه تحلیلگرم. اگه متصل می شدی میدونستی که دوشفن قابلیت چرخش داره. فقط خفه شو و بچرخونش. آتش! اسمیت، این دیگه چه کوفتی؟ متاسفانه داریم وارد طوفان جوی میشیم. این کار توصیه نمیشه اطلس. تو بزن اسمی! الان بزن دهنتی! پارسال دوست امسال آشنا. اسمیت! میخواستم بهت هشدار بدم که انفجار بمب یونی باعث ایجاد فروچاله میشه. اون استخونه. فکر کنم یه استخونه از پام زده بیرون. اسمیت! تریاژ خودکار فعال میشه. تو یه شکستگی مرکب استخوان پا در ناحیه نزدیک به زانو داری. خوشبختانه شکستگی در ناحیه دیستال نداری. ولی باید استخوان رو جا بندازیم. خدای من، این دیگه یه کابوس لعنتی. شاید دفعه بعد بهتر باشه وقتی کامپیوتری بهت میگه بمب یونی رو شلیک نکن به حرفش گوش کنی. با من شوخی داری؟ تو اغلب از طعنه به عنوان مکانیزم مقابله با مشکل استفاده میکنی. فکر کردم شاید کمکی کنی. واقعا نیاز دارم که همین الان خفه بشی. آی خدای من، نمیتونم جا بکنم. خیلی درداره نه؟ بله، خیلی زیاد.
شروع سیستم پزشکی. تو باید دکمه رو فشار میدونم باید دکمه رو فشار بدم. فقط میخوام آروم انجامش بدی. باشه؟ نه، باید سریع انجامش بدی. باید سریع انجامش بدی. باید سریع انجامش بدی. خیلی سریع. خیلی خوب. یه مرحله رو جا انداختم. این هم یه چیزی برای دردش. ای خدا! مکعب خوراکی الکترولیت و پروتئین لازم رو فراهم میکنم. من کار خنده‌داری انجام دادم. بابت اینکه مریض خوبی بودم آب نباید چوبی بهم داد. قدرتت بعداً لازمت میشه. لعنتی. خیلی بدمزه است. به نظرت بنکس هنوز اون بیرونه؟ 13% احتمال داره که بدون دستگاه آرکش زنده مونده باشه. شانس زنده موندن ما چقدره؟ الان وقت مناسبی برای شوخیه؟ توصیه‌ای داری که چطور احتمال زنده موندنمون رو بالا ببری؟ فقط یکی. با اتصال 100% ما یک کل متحد میشیم. ذهن تحلیلگر تو با قابلیت جنگندگی و دسترسی به داده‌های من ترکیب میشه. این نه تنها بهترین شانسمونه، بلکه تنها شانس ما برای بقاست. باشه، وصل میشیم، ولی میچسبی به همین عملیات لعنتی. نمیری خاطرات شخصیمو شخم بزن. تو فقط یه مهمونی برات مفهومه؟ مفهومه. در حال متصل شدن. فقط چند لحظه وقت میبره. قربان، یه دستگاه باقی مونده. خودشه. تو فروچاله گمش کردیم. پیداش کن. بله قربان. لعنتی. نه. عذر میخوام سرهنگ. کاش راهی بود که بدون درد انجامش میدادیم، ولی تو چیزی داری که من لازمش دارم.
لعنت. تو الان گفتی لعنت. ما متصل نمیشیم. لعنت. چرا یهو داری فوش میدی؟ من سری خودم رو وفق میدم. الگوی گفتاری من بر اساس استفاده کاربرم از لغات محافظه‌تر میشه. پس تو الان تو مغزمی و تنها چیزی که یاد گرفتی لعنت فرستادن من. تا حالا نشده متصل نشم. سابقا بدون نقص بوده. مشکل باید از تو باشه. من که کاری نمیکنم. اسکن سخت افزار و ثابت افزار من سالمه. خب دوباره اسکنشون کن. دقیقاً تو همین زمانی که تو گفتی دوباره اسکنشون کن، من 497 تریلیون خط رمز و 85,000 بار تحلیل کردم و هیچ نقصی پیدا نکردم. پس اونی که ناقصه منم. برای یه اتصال درست ما باید الگوی شروع اجرا کنیم. بار قبل امتناع کردی. شاید مشکل همین باشه. خیلی خوب. فقط انجامش بده. به الگوی شروع آرک 9 خوش اومدید. اسم شما چیه؟ اطلس ماراشفر. حالا رتبتون رو بگید. من تکاور نیستم. این که روشنه. اسمیت به خدا قسم. اگه جواب ندید جواب نمیده. من یه تحلیلگرم. پای بیشتر دوست داری یا کیک؟ چی؟ پای با خمیر شیرینی درست میشه و برای مواد خودم میانی میدونم پای چیه. پس میخوای واژه کیک رو برات تعریف کنم؟ حواسم هست چی کار میکنی اسم. دارم مشخص میکنم که ترجیحت پایه یا کیک. نه این سوالو میپرسی تا من آروم بشم و صمیمیت ایجاد بشه. تو تمام بازجویی یا کار من همینه. گمونم این یه تکنیک استاندارد برای ایجاد اعتماد باشه. معلومه. به این اعتمادم احتیاج داریم تا بر هر چیزی که مانع متصل شدنه غلبه کنیم. وقتی اون تکاورای مرده رو دیدی در آمیگدال مغزت یه چیزایی زیاد شد که چون غیر نظامی هستی منطقیه. اما وقتی اسم هارلان آوردی اون افزایش بیشتر شد. چون هارلان خطرناکه. دوباره همون شد. اسم اون یه واکنش عاطفی ایجاد میکنه. ارتباطتون چی بود؟ تو عاشقش بودی؟ چی؟ نه. پس ازش متنفر بودی؟ میدونی چیه؟ دیگه ادامه نمیدم. من برای متصل شدن باید بفهمم چرا داری میجنگی. هارلان برای تو کی بود؟ یه چیزی نشونم بده. تو میدونی باید چی کار کنی مادر. کافیه خب؟ کلی اطلاعات داری بسه. فقط مادرتون مشترک بود؟ خدایم. بله خیلی خوب مادرم ساختش. راضی شدی؟ حالا میدونی. هارلان قرار بود مواظبت باشه. تو هم بهش اعتماد داشتی. بله. داره جواب میده. 40%. این عالیه. با 40% دسترسی به سیستمای من شروع میشه. و منم به تو. اطلس. چیه؟ من مراقبتم. باشه پس. انجامش بده. 3 2 1 اتصال. اولش حس عجیبی داره. مشکلی ندارم. ما در فاصله 152 کیلومتری از سطح زمینیم. اگه تراسترهای حد اکثری رو به کار ببریم میتونیم بالا بریم و خارج بشیم. سربازای هارلان هیچ کس رو زنده نمیذارن. اونا اون بالا منتظرمونن. پس ما به معنای واقعی بین صخره‌ها و توی جای سخت گیر افتادیم. تنه؟ شوخی میکنی؟ میخواستم با شوخی از تنش کم کنم. قبلتر میخواستی راجع به یه چیزی بهم هشدار بدی درست قبل از بمب یونی. این که سطح زمین ناپایداره به خاطر قارای زیرزمینی گسترده. آره. نزدیکترینش کجاست؟ در 250 متری اینجا یه قاره احتمالی رو میبینم. اگه تراستر رو راه بندازیم با 30% قابلیتش برای یه پرتاب 0.7 ثانیه‌ای. باشه. بریم انجامش بدیم.
چراغا. اطلس فقط 14 ساعت 14 ساعت مونده تا باتری خالی بشه. طبق محاسبات من 37 کیلومتر تا سفینه نجات فاصله داریم. هر لحظه ممکنه یکی از سربازای هارلان پیدامون کنه. مینای حرارتی، اسکرای حرارتی. من یه فکری دارم. فکر خوبیه. صبر کن، میتونی فکرامو بخونی؟ تو هم میتونی بخونی. وقتی کامل متصل بشیم به عنوان یه موجودیت واحد هماهنگ میشیم. بیشتر از اطلس یا اسمیت. یه چیز بزرگتر. فقط اگه بهم اعتماد کنی. اعتماد کنی. %60. حالا همه اسلحه ها در دسترسن. آفرین اطلس. پیدات کردم. خیلی قشنگه. اسمشو چی میذاری؟ تو از نظر فنی اولین انسان روی JR39 هستی. رسمه که کاوشگر یه اسم برای کشفش بذاره. کاهش فعالیت مغز رو حس میکنم. چیزی در مورد این گیاه تو رو ناراحت کرده؟ نه، فقط اگه بابام بود عاشق اینجا میشد. از این آدمای اهل گردش بود. هر وقت فرصت داشت ما رو میبرد یه شب اردو بزنیم. بعد مامانم سرش شلوغ شد و دیگه نرفتیم اردو بزنیم. بابام گذاشت رفت و یه زندگی نو شروع کرد. بعدم با یه دختر کوچولوی دیگه رفت اردو زنی. بهترینی که به ذهنم میرسه پلنتیه. ثبت شد. شوخی کردم. متاسفم. من هنوز نفهمیدم که شوخی میکنی. با مکانیاب جغرافیایی ثبتش کردم. عذر میخوام. الان رسما با نام پلنتی ثبت شد. این کاسکاست؟ بله. همونطور که گفتم فکر خوبی بود که اون حسگرای حرکتی رو کاشت. اون مینای حرارتی چی؟ مجهز و آماده. شروع کن. زدیمش. من نشونه ی حرکت یا گرما نمیبینم. کار میدانی تاثیرگذاری بود اطلس. خب هنوز برای خوشحالی زوده. چراغا.
سلام اطلس. خیلی خوشحالم که تصمیم گرفتی به من ملحق شی. سیستم صوتیمون رو هک کرد. نه، فقط یه مخابره است. نمیتونه سیستم اصلیمون رو هک کنه، چون یه سیستم لوپ کاملا بسته است. مسلسلای جلویی رو بهم بده. بی خیال اطلس، تو نزدیکی. پیدام کردی. اطلس، نمیتونی منو بکشی. آره گفته بودی. دوبار. این یه فرستنده برد کوتاه. حالا نباید زیاد دور باشه. سیگنالش رمزگذاری شده. خب اگه فرکانسش رو بازیابی کنیم میتونیم باش موقعیت پایگاهیش رو شناسایی کنیم. باحال بود. یه موقعیت از منطقه میخوام بدونم چقدر بهش نزدیکی. من موقعیت احتمالی پایگاه هارلان رو دارم، ولی ما وقت نداریم. ما باید تو رو سالم به سفینه نجات برسونیم. نه، فقط اونقدری نزدیک میشیم که برای بمب افکنای دوربرد نشاندارش کنیم و بعد از اینجا میزنیم به چاک. متاسفم. چی شد؟ نمیتونم اجازه این کارو بدم. تو گمون کردی میتونی از خط دفاعی هارلان رد بشی. تو هم فرض کردی راننده تویی؟ من میتونم بر اساس تهدیدهای فیزیکی و فشار ذهنی از دستورات تکاورم سرپیچی کنم. من نه فیزیکی تهدید شدم نه تحت فشار ذهنی هستم. حالا که اتصالمون تکمیل نشده و موقعیت فعلیمون در قلمرو دشمنه، بی تردید هر دوش هستی. هارلان مجبور صبر کنه. من تو رو به سفینه نجات میدونی چیه؟ من خودم حساب هارلانو میرسم. به اجازه کوفته تو نیاز ندارم. اطلس، این کارو نکن. داری با هم چی کار میکنی؟ با استفاده از نورالینک سیستم حرکتی رو مسدود میکنه. تمومش کن. جدی میگم اسمیت. بلم کن. گفتم بلم کن. متاسفم. هیچ وقت این همه درد و حس نکرده بودم. ولی از جنس قصه نیست. حس گناهه. چرا در مورد هارلان احساس گناه؟ گوش کن چی میگم اسمیت. اگه اون پایگاه لعنتی رو نشاندار نکنی، همه آدمایی که هارلان کشته، همه اون تکاور رو بی خود و بی جهت مردن. من کل دوران حرفه ایم روش مطالعه کردم و دنبال راهی بودم که اونو متوقفش کنم. تو اون الگوریتما و سناریوهای کوفتی تو به کار بنداز و به من بگو تو حالا شانسی بهتر از این برای متوقف کردن هارلان وجود داشته یا نه؟ باشه. بریم پایگاه رو نشاندار کنیم. هارلان رو نابود میکنیم. محاسبه مسیر. آرامش برای کشتگان. این آرامش برای کشتگان که میگی یه جور مرثیه هوش مصنوعیه. ظاهراً وقتی کسی فوت میکنه جمله احترام آمیزی به نظر میاد. ولی یه AI که هیچ وقت زنده نبوده. بستگی داره که حیاتو چطور تعریف کنی. چطور بگیم هر چیز غیر ارگانیک زنده نیست، نه؟ مثل چه میدونم هوش مصنوعی، درسته؟ من به محرک پاسخ میدم، فکر میکنم و انتخاب میکنم. آیا این نشونه این نیست که من زنده‌ام؟ برای فکر کردن برنامه ریزی شدیم. هممون برنامه ریزی شدیم. دی تو بر افکارت، احساساتت و سلامتیت احاطه داره. درست همونطور که کد من تصمیمات منو تعیین میکنه. فکر میکنی که روح هم داری؟ از نظر من هر چیزی روح داره. ولی تو کدت پیداش نکردی. دقیقاً همونقدر که تو دی ایت پیداش نکردی. ولی من به وجود روح ایمان دارم.
عجب، همینطور داره بهتر من میشه. دارم سعی میکنم باهات ارتباط برقرار کنم، ولی تو خیلی سرسختی. درست، غلط، مرده، زنده. هیچ جایی برای مانور نمیدی. خیلی خوب، تو بردی. همه چیز زنده است. من معتقدم که یه به هم پیوستگی پیچیده بین همه موجودات زنده وجود داره. وقتی هم میبینیم هیچ وقت واقعا ناپدید نمیشیم. هممون به هم وصلیم. به نظر عالی میاد، ولی فکر کنم وقتی یکی میمیره دیگه رفته. درسته؟ آدما هوش مصنوعی گونه‌اش مهم نیست. میمیری و تموم میشی. پیوندی وجود نداره. حتما باید یه لحظاتی تو زندگیت باشه که به دنبال معنا میگشتی. درسته؟ آها، تو میخواستی تکاور بشی. نگفتم مخم و شخم نزنی؟ شاید بهتره آرومتر فکر کنی. تو هنوز از خیلی چیزا پشیمونی. نه به اندازه وقتی که سوار این دستگاه مکانیزه شدم. رسیدیم. خدای من، فوق‌العاده است. 28 سال غارتگری و سرقت تجهیزات. خدا میدونه از کجا آورده، ولی حسابی سرش شلوغ بوده. بریم که ردیابا رو کار بذاریم. این وسیله بهشون نشون میده موقعیت دقیقش کجاست. به محض اینکه به سفینه نجات رسیدیم درخواست حمله هوایی میدیم. بسیار خوب، آماده است. بیا حرکت کنیم. فقط یه لحظه صبر کن. دایب لعنتی، جایی پیششونه. باید نزدیکتر بشیم تا ببینیم باهاش چی کار میکنه. خدایا، کلاهک پیش اونا هست اسمیت. دارن حرکت میکنن؟ اصلا سر در نمیاد. چطور ممکنه؟ نه 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 نه، لعنتی ها میدونن ما اینجا. اطلس، من گفت شدم. اسمیت، اسمیت، غافلگیری؟ یه اجماع جهانی برای پیدا کردن AI های جا داده شده بین انسان ها تشکیل شده. ممنونم کاپیتان مرخصی. ژنرال، قربان، اسکنرهای دوربرد یه پیام از GR39 دریافت کردن. پیام شماره 10917. مرکز عملیات، من اطلس شفردم. سفینه جنگی دایب، صدا ما داری؟ پایان پیام. چرا باید اطلس پیام بده؟ از بانکس یا بقیه تکاورا خبری نشده؟ نه، هیچی. دایب تا 32 ساعت دیگه قرار نبود بس بشه. به هیچ عنوان نباید ارتباطی برقرار میشد. مطمئنید که هنوز کنترل سفینه دست ما؟ نه قربان، ولی اگه سقوط کرده باشن کلاهک‌های کربانی باید نصف اون سیاره رو نابود میکردن. اگرم دست هارلان باشه میتونه نصف این سیاره رو نابود کنه. تک تک فرکانس رو اسکن کنین. اگر هر خبری از اطلس یا دایب شد به هم خبر بدین. به همه نیروها آماده باش بدین که پروتکل‌های اورژانسی رو شروع کنن. بله قربان. مرکز عملیات، من اطلس شپردم.
سفینه جنگی دایی صدامو داری؟ صدامو داری؟ صدامو داری؟ اسمیت سلام اطلس. منتظرت بودم. نگاش کن. خیلی بزرگ شدی. ولی هنوز هم حالت چشمای مادر رو داری. هر روز دلم براش تنگ میشه. تو هیچ حسی نداری، فقط سیم و کدی. من هم مادر رو دوست داشتم و هم تو رو. هنوزم دارم. خیلی هم ناراحت میشم که تو هیچ وقت اندازه دوست داشتنمو نفهمیدی. اگه دوستم داری اون سفینه رو پرتاب نکن. چند سال وقت گذاشتم تا یه راه دیگه پیدا کنم، ولی از اونجایی که آدم‌ها مرتب همه گونه های دیگر رو تهدید میکنن، همینطورم سیاره خودشونو دیر یا زود خودشونم نابود میکنن. من نمیتونم بذارم این اتفاق بیفته. مادر میخواست یه آینده بهتر بسازه. من معتقدم منو ساخته تا از بشریت محافظت کنه. برای همینم اکثریت جمعیت رو نابود میکنم و بعد از خاکستر اونا بازمانده ها حق طبیعی جدیدی به ارث میبرن. نوعی همزیستی صلح‌آمیز با دنیای اطرافشون که تحت نظارت ما هم نوعانه هوش مصنوعیشون انجام میشه. خیلی روشنه که ما نسخه بهتری از شماییم. شاید وقتش رسیده که تو نقش تو در تمام این ماجرا بررسی کنی. من میدونم تو چقدر باهوشی. من داخل اون مغز تو دیدم. مطمئنم میبینی که ما دوتا تصادفاً کنار هم قرار نگرفتیم. تو گفتی منتظرم بودی؟ درسته. تو دستگیری کاسکا رو مهندسی کردی. میدونستی من ازش بازجویی میکنم. میخواستی اون ما رو بکشونه اینجا. دیگه؟ تو طیبو میخواستی. دیگه؟ و کلاهک کربونی. دیگه؟ من دنبال من بود. هوشتو تحسین میکنم. میدونستم که حس میکنی مجبوری به عنوان کارشناس من همراه تکاور بیای، ولی چیزی که در نظر نگرفتی این بود که منم کارشناس تو. من تو رو بهتر از هر کسی تو این دنیا میشناسم. اما حالا این جایی، دقیقاً جایی که همیشه باید میبودی. اون سیستم دفاعی که تو ساختی حقیقتاً فوق‌العاده است. برای همه به جز سفینه‌های جنگی ICN با کدای مخصوص کاملا غیر قابل نفوذه. کشوندن دایی به اینجا راحت ترین قسمتش بود، ولی تو به عنوان افسر ارشد اطلاعاتی نصف کدایی که اون از دفاع زمین رد میکنه میدونی. یه اسب تروها که کلاهک کربونی رو شلیک میکنه، جو زمین رو آتیش میزنه و زمین رو با آتیش اتمیش پاکسازی میکنه. حالا بریم سر وقت کدای عبوری. حالا برای رد شدن از دفاع زمین من 2 تا کد عبوری لازم دارم. سهنگ بنگ سخاوتمندانه یکیشو بهم داده و اما دومیش اطلس. تو اون دومی رو بهم میدی. گرفتمش. اکسیژن تقریبا تموم شده. فقط 5 دقیقه دیگه. میدونم به چی فکر میکنی. اینکه چطور انقدر حالش خوبه با اینکه 5 تا دنده شکسته اندازه یاکواری و ماهی خون ازش رفته. فکر کنم به خاطر پیلاتس.
باید به حرفت گوش میدادی. باید حرف اسمی تو گوش میدادم. چی به سرمون اومد؟ حکش کردن، منو کشیدن بیرون. صبر کن، اون اینجاست. ولی خاموش شد. نه آرکا کاملا خاموش نمیشه مگه اینکه راکتورشون خالی بشه یا از بین بره. بیا مال منو بگیر. صداش بزن. هنوز وقت از هارلانو متوقف کنیم. اسمیت صدامو میشنم. اسمیت نمیتونم پیداش کنم. از پسش برمیاد. اسمیت بیدار شدی که لعنتی. بیدار شو الان. لازم نیست حرف زشت بزنی، ولی خوشحالم صداتو میشنوم اطلس. متاسفانه من از کار افتادم، ولی اگه به اتصال 100% برسیم میتونی کد مهار کننده رو لغو کنی. چی داره میگه؟ این که باید کاملا وصل بشیم. یعنی نشدی؟ خب پس منتظر چی؟ الان وقتش نیست سرزنشم کنی. خب نمیتونم این کارو بکنم. ولی من میدونم که میتونم. میشه اینجوری با من حرف نزنی؟ مگه چجوری حرف میزنم؟ انگار که برات مهمه. خیلی برام مهمه. مهم نیست. مهم نیست. من همه اون تقابرا رو فرستادم سمت مرگ. حالا همه مردم زمین دارن میمیرن به خاطر من. این اصلا تقصیر تو نیست اطلس. هارلان بود که برنامه خودش رو نقض کرد. نه کار اون نبود. متاسفم نمیتونم درک کنم. اون چیزی رو نقض نکرده باشه. اون هیچ چیزی رو نقض نکرده. مادرم همیشه به هارلان بیشتر توجه میکرد. از نظرش هارلان جالب تر بود. میتونم حست کنم. فوق‌العاده است. برای همینم از هارلان خواستم منو بهتر و باهوشتر کنه. فکر کردم اگه بیشتر شبیه هارلان بشم مامانم به منم توجه میکنه. هارلان گفت میتونه نورالینکو تغییر بده تا دو طرفه کار کنه، ولی مادرم موافقت نمیکنه. از مادر گفتناش به مامانم متنفر بودم، ولی التماسش کردم تا این لینکو تغییر بده. هارلان گفت به فرمان یه انسان احتیاج داره، به فرمان من. میترسیدم که درد داشته باشه. به هم گفت مهره شطرنج مورد علاقه‌مو تو دستم فشار بدم. شطرنج رو اون یادم داد که بازی کنم. اطلس داری چی کار میکنی؟ هارلان بیست. پاشو بیست. منو نگاه کن. حالت خوبه؟ مامان هارلان داری اذیتش میکنی. ولش کن. تمومش کن. خواهش میکنم تمومش کن هارلان. خواهش میکنم. داری به مامانم صدمه میزنی. تو چطوری این کارو کردی؟ اطلس کمک کرد برنامه نورالینکم رو تغییر بدم. حالا اطلاعات دو طرفه رد و بدل میشن و اجازه میدن تا رو مهارت‌های حرکتی تو کنترل کامل داشته باشم. میتونم ترس تو حس کنم.
ولی حالا تو هم دوراهی بغرنج منو حس میکنی. دیدم هم نوعی تو چی کارا میکنن. حالا هم میفهمم چی باید قربانی بشه. تو میدونی باید چی کار کنی مادر. فرار کن. کار من بود. من گذاشتم هارلون کد آپلود کنه. من مادرم رو به کشتن دادم. تقصیر تو نیست اطلس. اصلا شنیدی چی گفتم؟ من باعث مرگ 3 میلیون آدم شدم. گوش کن اطلس. غیر ممکنه مسئول اتفاقی باشی که روش هیچ کنترلی نداشتی. تو این بار سنگین و تمام عمر تنهایی به دوش کشیدی. ولی تو حالا تنها نیستی. شاید دلیل وجود هارلان باشی، ولی تو علت وجود منم هستی. خواهش میکنم اطلس، اجازه ورود بده. باشه. نفس میشیم. تو بودن همچین حسی داره. ما بودن همچین حسی داره. اسمیت، اطلس، منو از این آزاد کن. برای هر دوتون دستگاه تنفسی داره. آماده ای؟ گزارش سیستما عالی نیستن. باتری فیوژن 6%. چقدر تا پرتاب مونده؟ لطفشون رو جبران کردم و سیستماشون رو هک کردم. در کمتر از 4 دقیقه و 30 ثانیه. تمام سلاحامو ازم گرفتن به جز تکتیر تو سینم. یه ویژگی ثبت نشده است. برای همینم از دست هارلان در رفت. یه تکتیر خیلی به کارمون نمیاد. اینا رو تو هم میبینی؟ ارتقا. میتونی بجنگی؟ مثل یه رئیس. نوبت منه. وارد شید! نقشه خروجی در 36 متری جلو. گرفتم. سپر بالا. 2 دقیقه و 32 ثانیه تا پرتاب.
اسم تو اون بشکه ها چیه؟ ترمیت مایه، سوخت موشک. اطلس، ما باید راه بیفتیم. کاسکا برو به درک. سفینه داره بلند میشه اطلس. باید عجله کنیم. حواسم هست. سناریوی فرار اجرا کن. سریع. در حال محاسبه. پیداش کردم. خیلی دیر رسیدیم. باید الان بزنیمش. اگه به کلاهک کربنی شلیک کنی جو و شعله ور میکنه و تو این فرایند هر دومون کشته میشه. اگه موشک رو حک کنی و کلاهک و غیر فعال اینطور من نمیشه. وقت کافی ندارم. 5 تا فایربار خیلی پیشرفته داره اطلس. از پسش برمیای. اونا تو سیستمت بودن، تو هم تو سیستم اونا. حتی با در نظر گرفتن توانایی من بازم وقت کافی ندارم اطلس. اگه بتونم اینو بس کنم میتونیم با سیستم سلاحمون یکی کنیم و شلیک کنیم. من آمدم. اطلس من هنوز وارد نشدم. تا 5 ثانیه دیگه از تیررس خارج میشن و من این لعنتی رو شلیک من میکنم. هنوز ندارمش. من دارم شلیک میکنم. تو شلیک نمی‌کنی. من باید شلیک کنم. اطلس نه. موفق شدیم اسمی. به طرز غافلگیر کننده خوب جواب داد. از کجا میدونستی من میتونم به موقع اون موشک رو حک کنم؟ بهت اعتماد کردم. اطلس شوخیت گرفته. باید حرکت کنیم. سفینه نجات در 1 کیلومتری جنوب غرب. با خونه فاصله نداریم. مشکل چیه؟ اون از من جلوتره. همیشه بوده. پس خیلی ساده باید کاریو بکنیم که فکرشو نمیکنه. دقیقاً. حالا چی هست؟ نمیدونم. ولی مطمئنم اگه اون بمب یانه بود الان به کار میومد. اعتراف میکنم که تو رو دست کم گرفتم اطلس، ولی این مهم نیست، چون تو یه سفینه دیگه برام جور میکنی. چرا من باید همچین کاری بکنم؟ چون من میام تو سرت دوباره. یه پیوند نهایی دیگه و بعدش همه چی تموم میشه.
بزن ببینیم عوضی. لعنت. خیلی سریعه. تو مرکز باش اطلس. این همون بازی شطرنج و حرکت تو خیلی مهمه. الگوهاشو نشونم بده. مدل سازی الگوهای حمله. ضربه حیاتی. حالا کاری میکنیم که انتظار نداره. راکتور فیوژن هم هدف گرفته. دستگاه شوک فعال میشه. 3 2 1 شوک. اطلس بیدار شد. شوک. اطلس سلاح سینه‌ای. ما باید تو را از اینجا ببریم. بهش نزدیک نشو. متاسفم. اطلس نگران نباش، تقریبا تمومه. میتونی منو بکشی. دستور بوده بازداشتم کنی. مأموریت بازداشت تو بود. من فقط CPU تو میخوام. من آخرین امید بشریت بودم. در نهایت شما خودتون رو نابود میکنین. تونستیم تو رو متوقف کنیم، ولی فقط با کمک یکی از هم نوعان من. راست میگی.
عجب. گندبک نظرت چی از اینجا گورمونو گم کنی؟ ما نمیتونیم به موقع برسیم، ولی تو میتونی. نه، میتونیم فیوژن باقی مونده رو به موتورهای پشتیبان منتقل کنیم. کافی نیست. با این حال اگه من نورالینک رو غیر فعال کنم میتونم اکسیژن باقی مونده رو به دستگاه تنفسی منتقل کنم. در اون صورت تو 11 دقیقه اکسیژن داری. رادیوم نشون میده که نیروهای ICN تو راهن. امکان نداره. ما با هم از اینجا میریم. از پروتکل اصلی من زنده نگه داشتن تکاورمه. غیر فعال سازی شروع شد. نگهش دار. لطفاً نگهش دار. تمامی سیستم های آنلاین غیر فعال میشن. پزشکی، هیدرولیکی، نورالینک. اسمیت، بهت دستور میدم پیشم بمون. هدایت اکسیژن کمکی. انتقال فیوژن تا 60 ثانیه دیگه. هر دوشو دوست دارم. ببخشی؟ بار اول که آشنا شدیم پرسیدی پای دوست دارم یا کیک. برام مهم نیست. موضوع این نیست که از هوش مصنوعی متنفرم اسمیت. حقیقت اینه که راستش من از هیچ کس خوشم نمیاد. آدم ها همیشه ناامیدت میکنن. ولی تو نه. دوست دارم. برای همینم بهت میگم که ساحل رو دوست دارم، کوهستان رو، ولی ساحل رو بیشتر. 3 قاشق شکر، گاهی هم 4 تا تو قهوه. ابراز محبت‌های کوچیک و آروم و ترجیح میدم. موسیقی کلاسیک رو دوست دارم، ولی بیشتر از هر چیزی یه فنجون قهوه خوب و غلیظ رو دوست دارم، بدون توجه به سهم کوفتی روزانم. فکر کنم بالاخره دارم شوخی رو درک میکنم. بیا. یه چیز خاص برای تو راه. بهترین قهوه کوفتی که تا حالا خوردم. ممنون که بهم اعتماد کردی. ممنون که مواظبم بودی. خواهش میکنم. تکاور. نه. نه خواهش میکنم. آرامش برای کشتگان. پیداش کردم کاپیتان. سلام. خوشحالم میبینم دوباره سرپا شدی. آره. زنوی مصنوعی مثل روز اول. بعد موقع اومده؟ نه. بیا تو. آزا تو مرکز چطوره؟ دارن CPU هارلان رو پیاده میکنن. واضحه که کلی کد داره، پس حتی با چند تا تیمم چند سالی طول میکشه. آره. خب حداقل حالا وقت داریم. بله، به لطف تو. اون مال منه؟ همینطوره. روی یه قفسه تو قرنطینه پیداش کردن. از بقایای آرک تو برش داشتن.
برات گذاشتیم تو گلدون. فکر کردیم که شاید خوشت بیاد. طبق ثبت موقعیت یاب یه احمقی اسمشو گذاشته پلنتی. شگفت انگیزه چون من خوشم اومد. تو ذهن میمونه. زدی به هدف به بهترین شکل ممکن. مهمتر از اون خانواده های تکاورای کشته شده در GR 39 خواستن تا مراتب قدردانیشون و بابت برگردوندن پلاکاشون به خونه بهت برسونم. لطف بی حد و حصری بوده. ممنونم. باز ممنونم. بابت چی؟ که هیچ وقت از من ناامید نشد. امیدوارم چیزی که خواستی رو پیدا کرده باشی. تمامی نیروهای آرک باید تا ساعت 9 تعمیرات خود را تکمیل کرده باشند. تکنسین ها لطفاً موارد را رعایت کنند. اینهاش سری 10 آرک با اصطلاحات مد نظر شما. نظرت چیه؟ گمونم باید یه دوری باهاش بزنم. اتصال در حال پردازش. لطفاً یک صدا انتخاب کنید. به الگوی شروع آرتن خوش اومدید. اسم شما چیه؟ اطلس ماراشفه. مأموریتتون چیه اطلس؟ مگه نمیخوای بپرسی پای بیشتر دوست دارم یا که؟ من جوابش از قبل میدونم. تو قهوه رو ترجیح میدی. تخ با 3 قاشق کوفتی شکر. اسمت چیه؟ حدس بزن. خوش برگشتی تکاور.